خب شام امشبمون ماهی. امشب قراره که ماهی بپزیم. واسه همون اول رفتم توی اینترنت سرچ کردم، چند تا چیز یاد گرفتم. این سس مخصوصشه، داخلش روغن زیتون، لیمو ترش، بعد فلفل سیاه، پول بیبر، سیر رنده شده، کیک، فلفل قرمز که hani tatlı şirin تند نیست، بعد نمک. آره دیگه درست گفتم دیگه. سیر، روغن زیتون، فلفل سیاه، پول بیبر، نمک و چیز کیک. اینا اینجوری قاطی کردم. بعد اینجا کره دارم با 4 تا سیر که قراره بذاریم داخل ماهی. همونجوری که ببینید اینجا سیب زمینی با پیازا رو همونجوری که ببینید حلقه برش دادم. قراره که این لیموهایی که برش دادم بره داخل ماهی. اوی الان ماهیمونو بگیرم. اولین بار دارم میپزم، نمیدونم قراره چه جوری بشه. داخل ماهی لیمو میذارم. خب از این سیرایی که گفتم دو تاشو میگیرم. 4 تا سیر پوست کندم، واسه هر کدوم گفتم دو تا. حالا اینا اینجوری برش بدم، میذارم داخلش. Yani hiç bilmiyorum nasıl olacak arkadaşlar. Roman olur ya seni. Bu niye جوری انگار داخلش خیلی گفت نیست، نمیدونم. خلاص اینا رو گذاشتم. بعد باید داخلش از این کره بذاریم. توی ویدیو اینجوری بود کره میذاشت. آره خب اینا حالا اینجوری میبندیم میذاریم اینجا. خب حالا اون یکی رو اوکی کنیم. اونم اینجوری بذارم داخلش. 2 تا لیمو ترش. اینجا باید پیازم میذاشتم. یه چند تا پیازم بذارم. ببینم کدومو رو بگیرم. یه دونه بذارم فکر کنم کفایت کنه. این نمیدونم که 2 تا گذاشتم. 2 تا پیاز گذاشتم داخلش. خب اینجا لیمو ترش، سیرامو میذارم. بعد کره ها رو میذارم. بانو سودو کلام. آی. بعد کره ها رو میذارم داخلش. کافاسنا kadar gitti ya. اینجا کره ها رو گذاشتم و این واسه اینم یه چند تا پیاز بذارم. خب حالا اینجا، اینم اینجا. خب این موادش. این که اینجوری اوکی شد. خب حالا با این سوسی که درست کردم از روی ماهی میریزم. اون طرفش هم کاش سس می‌زدم بعد می‌ذاشتم. حالا میره دیگه. اینجوری این سس رو از روی ماهی میریزیم. روی کل مواد سس رو میریزیم. بعد داخل فری که از قبل گرم شده 200 درجه 45 دقیقه باید بپزیم. توی ویدیو اینجوری گفته بود. حالا من از خودم یه چیزا اضافه کردم که حالا اینجوری شد که نمیدونم. حالا این بقیه مواد رو روی سس میریزم. روی بقیه سس رو روی مواد میریزم. همش اون خورده هم دیگه برم. ان شاء الله که خوشمزه بشه. Roman olur yazsam seni bu senada yıldız gibi gözlerime. خب بره داخل فر. واسه اینجوری نشونتون بدم. حالا بره داخل فر. ان شاء الله که خوشمزه بشه.